سلام عزیزانم، خسته نباشین. مبحث امروزم در مورد آدم‌های بدخیم و مسمومه. بعضی اصولاً آدم‌های بدخیم و مسمومی هستن. تعدادی از اونها حتی خودشون تأثیر منفی روی آدم‌های اطرافشون میذارن و آگاه نیستند، اما اونها از ایجاد آشفتگی، به هم زدن کارهای مردم، افسرده کردن اونها بسیار خوشحال و راضی هستند. این افراد رو میتونیم در ردیف آدم‌های خودخواه قرار بدیم و هم در ردیف افراد سوء استفاده‌گر. افرادی که فقط به خودشون فکر میکنن و رضایت و خوشنودی خودشون براشون مهمه. این رضایت با تخریب دیگران به دست میاد و نه از نظر آنها اصلا موضوع حائز اهمیت نیست. وقتی یک کسی رو تحقیر و تخریب میکنن براشون اهمیتی هم نداره. این افراد با پرویی تمام برای سوء استفاده از طرف مقابل خودشون نقشه میکشن، به قدری حرفه‌ای و واقعی نقشه خودشون رو عملی میکنن که طرف مقابل دچار عذاب وجدان میشه و با کمال میل و از سر دلسوزی برای اونها کار انجام میده. برخی از افراد که جزء آدم‌های باهوش هستن خیلی سریع متوجه میشن که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و خودشون رو از این مهلکه و وضعیت نجات میدن. اما در اکثر موارد افراد به دلیل اعتماد و دوستی مدتی طول میکشه تا متوجه بشن که این فرد دوست واقعیشون نیست و معمولاً هم در شرایطی قرار میگیرن که نمیدونن باید با اون چه برخوردی بکنن. معمولا از ترس اینکه دوستیشون به هم نخوره شجاعت برخورد با اون رو ندارن، ولی اگر هم جز افراد شجاع باشن با اون یک برخوردی میکنن. همین فرد سوء استفاده گر طوری رفتار میکنه که طرف مقابل خودش رو از کرده خودش پشیمان میکنه و در عذاب وجدان بیشتری گرفتار میشن. ما توصیه میکنیم که خیلی راحت، مباحث گذشته توضیح دادم که نگفتن و چطور باید بتونیم از سیستم نگفتن استفاده کنیم. به محض این که با چنین افراد مسمومی ما برخورد کردیم و دیدیم داریم مورد سوء استفاده قرار میگیریم، خیلی راحت اون افراد رو ترک بکنیم، ولو اینکه اینها بخوام به شما وجدان درد بدن. این وجدان دردهای ایثارگرانه و اشتباه رو از خودتون دور کنید و از این افراد مسموم کاملا دوری بکنید و سعی کنید که به زندگی عادی خودتون و با آدم‌هایی که انرژی خیلی خوبی دارن ارتباط برقرار بکنید. ممنون از اینکه وقت گذاشتین عرض بنده رو توجه کردین. سپاس. خدا نگهدارتون.